این است که استاد لطفی سعید در اویلا فرزند کلانی بودند و دادر دیگرشون این در شهر دوشنبه سالهای سال با صفت یک روزنامه‌نگار کار و فعالیت داشتند که دائما اینها در یک اتحاد و در نشست همدیگر بودند. دیگر دادرشون این اکوی نصرت الله سعیدов که سالهای سال با مردم خدمت کردند. یعنی وقتی که پدر و مادر فرزندان را در روحیه میهندوستی، در روحیه انسان دوستی تربیت میکنند، البته فرزندان سزاوار به دنیا می آیند. دیگر در اینجا از اون ایشان میراثی که به ما مانده است این همون عینکی که به چشمشان میگرفتند. البته این عینکی که ما امروز میبینیم این بازگوی آن است که ایشان هزارها هزار صحیفه ها را تحریر کردند، نوشتند، ایجاد کردند و این یکی از میراث های ایشان. دیگر چیز این حجت هایی که از استاد باقی مانده است این همچون یک وکیل مردمی، همچون چی در اینجا من یک این چیز دیگری که از استاد به ما میراث مانده است این ساعتی که البته این ساعت نیز اگر زبان می داشت میگفت که در کدام لحظه های شیرین با استاد بود یا خود در کدام لحظه های دشوار و در کدام لحظه ها. البته این هم یک میراث پرمحتوای ایشان به شمار میرد. ҷалол икромӣ мегӯяд мо ба қобилияти асарофариву аҳсан хондем. лутфӣ саид омӯзгорест ки фарзандони мардумро илм омӯхт, бо адабиёт шиносонд, роҳи зиндагиро ба онҳо нишон дод. дар баробари ин ҳама шароите фароҳам овард ки аз ҳаёту зиндагии мардум аз наздик ошно гардад. аз ин сабаб воқеаҳои ҳаётии забони сода ва равони асарҳои ӯ диққати хонандаро ба худ ҷалб кардааст. اگر ما با ایجادیات پرمحتوای لطفی سعید نظر کنیم پیش از همه در اثرهایشان نویسنده همون لهجه های محلی را بسیار استفاده بردند، خاصتا در اثرشان در سری گلخند که ما پیش از همه با لهجه های شیرین و گواره مردم اصفهان از نزدیک شناس میشویم و این البته برای هر یک خواننده که این کتاب را مطالعه میکند بسیار یک بازشوق و با یک ذوق اون چیزها را از خود میکند. همه چیز در و اگر همچون یک خواننده اثرهای آن کسی گویم اگر در اثرهایشان هم همه چیز است، فقط درباره نور، درباره انسان‌هایی که خصلت‌های نیک دارند و در مقابل در آویده انسان‌هایی که گویم که صفت‌های رذیلانه دارند و رفتاران رذیلانه دارند، اون ایجادیاتشان هم همین بخش داشته است. лутфӣ саид 11 марти соли 1917 дар шаҳри исфара ба дунё омада, аз соли 1941 сар карда дар деҳаҳои дурдасти шаҳри ҳисор ба ҳайси муаллими забону адабиёт кор ва фаъолият кардааст. дар баробари таълим додан ҳикояҳои хонданӣ боб менавишт. аз ин сабаб мунаққидон лутфӣ саидро нависандаи ҳикояҳои таърихӣ меноманд. باید گویم که پدر یک انسان نورانی بودند، هم خصلتاشان هم نور بود و هم کاراشان هم رفتارشان، حتی هم ایجادیاتشان فقط درباره نور بود، نور و ظلمات بود. یک انسانی بودند بسیار خصلت‌های حمیده داشتند، راستقال بودند، راستکار بودند، دروغگویی، فریبگری این چیزها رو نمی‌پرستند. و از خودی همون جوانی هم که به کارهای آموزگاری مشغول بودند و همون وقت
از طرف حکومت و یک نوحی دوردست روان کرده شده بودند تا به نفقه برآمدن در اونجا کار کردن. باز همون نور باز زیاد بردن، شاگردای بسیار را تربیه کردن و در رفتار و گفتار و کردارشان یخیل بود. از همین هم از بین سالهای طولانی هم گذشتگی باشد پس از مرگشان، حالا هم در دید و دیده هم خلق هستند، همه با نکی یاد میکنند، همچون استاد میدانند و همچون پیر خود میدانند. با اندیشه من استاد پیش از همه شخصی مهنتقرین بودند، انسانی خاکسار بودند، پاکیزه سرشت بودند و دائما میخواستند که جامعه ما جامعه صالح باشد، فرزندان صاحب علم و معرفت باشند و پاس خاطر گذشتگان خود را دائما داشته باشند. انسان‌های عادی رو خیلی دوست می‌داشتند و میگفتند که انسان‌های عادی دل‌های پاک دارند، روحشون پاک است. آنها رو بسیار ناز می‌دیدند، بسیار آنها بودند. در زندگی هم زندگی عادی رو دوست می‌داشتند. در این گوشه باشد با اون اثرهایی که استاد مطالعه کردند، یعنی اثرهای نویسنده های غرب، علمان غرب، که البته این چیز در مسئله انکشاف همون ادبی استاد البته بی تاثیر نبودند و هر یک شخصی که اگر توجه داشته باشند مرحمت میتوانند از این چیزها استفاده کنند. یا خود در اینجا اون بعضی از میراث‌هایی که همون دوستا تقدیم کردند، اون چیزهایی که البته این یک خاطری نیک میماند به نمایش گذاشته شده است. در اینجا باشد باز همون کتاب‌هایی که من علمی، کتاب‌هایی که از ادیبان دیگر کشورها، دیگر جمهوری‌ها، دیگر ملت‌ها باقی مانده است در اینجا گرد آورده شده است. در اینجا باشد باز همان از میراث نورالدین عبدالرحمن جامی، کلیات‌های جامی و دیگر اثرها و گفتم ممکن است که استاد یک خزینه بی‌بهای بودند و امروز در اینجا بنیاد گردیدن آثارخانه از سال 2007 با دستگیری فرزندجان خاصتا فضل جان سیدов این دلیل آن است که اهل این خاندان همه معرفت پرور هستند. باره ما 90 سالگیشون را در اتفاق نویسندگان در دوشنبه قدم کردیم. رحمتی استاد مومی قنات اونجا برآمد کرده، گفتن که در قطار فضل‌الدین محمدی و چند ادیبان دیگر گفتن لطفی سعید قهرمان‌ها رو زمینی کردن، یعنی گفتن که تا این وقت قهرمان‌های اثرهای بدی یک آدمای دستناراست بود. به قول حاضر سوپرمن بود که اگر آدم میخواد کتاب‌ها را و فکر میکرد که هیچ وقت به این درجه نمیرسد. گفتن که اینها اون نویسنده‌هایی بودن که قهرمان‌ها رو زمینی کردن، یعنی از بین انسان‌های عادی همین انسان‌هایی رو دیدن که با رفتار و کردار نیک خود میتوانند نور بیارن، یعنی که مساعدت کنن برای ترقیات جامعه، برای پیشرفت جامعه، برای پاک نگاه داشتن اخلاق جامعه. از همین رو گفتن که اینها آنهایی بودن که قهرمان‌های اثر بدیعی رو زمینی کردن. و البته ایشان
توانستند که در اثرهای خودشان آن روزهای وزنین، روزهای بعد از انقلابی که کم و بیش چی از اون برخوردار بودن، دیده بودن، با چشمان خود دیده بودن، در اثرهای خودشان پره افشا نمودند. و دیگر اثرهای خیلی هم پرمحتوای ایشان این غبار کوهی سپایه که در این اثر خود نیز ایشان همون آن چیزی که دیده بودند، یعنی با طور ریالیستی همون چیزها رو انعکاس کردند. یا اینکه من تو در سایه مرغ هما یکی از اثرهای ایشان و خاصتا گفتم ممکن است که همه اثرهای ایشان، اثرهای استاد، این افادهگری همون حیاتی همون زمانی خودشان می باشد. البته با یک چی ما دلی پر گفته می توانیم که ایشان توانستند که میراث از خود باقی گذارند و برای امروزیان یک درس عبرت باشد. از این نقطه نظر پنر برای ما یک اتالون هستند، اتالون پاکی و خاکساری و این چیزها هستند و تا حاضر هم هستند. لطفی سعید گاهی از دل بیقرار، گاهی از آثار خوبان و گاهی از روز باران حکایه کرده به خواننده از پاکتینتان، میهندوستان، راستقولان، خلاصه به آنهایی که با صفتهای خوب انسانی سزاوار عبرتند صمیمی حکایه میکرد. ما امروز همه این گفته‌های بالا را در حکایه و رمان‌های این مرد پرکار دیده میتوانیم.